بليري كفتن نوين انرژی نابنا حرما کردستانی و امریکا دم دکتر ریبر فتح ماموسته زانکوی و پسپوری آبوریش دهوکی میوانی منن سلاف بود دکتر ریبر دکتر دسته که دتخوازم بزنم yani gringi ava her du rêkeftinin mezin bêguman du rêkeftinin rêkeftinin gelek mezinin gringiya wê ji bo aboriya Kurdistanê ji bo Iraqê jî çawa di nirxînê doktor بله زور سپاس دستخوشی بو هوار بجین رومالا افرویا کو کنفرانس وزه و سردانا سروک حکمت بو امریکا پراستی گشبینیه که مازن شریع آبوری و سر آست هرم پیدا بویه و جه کیف خوشیه که امد بینین گیره بسته که هنده مازن پتری 100 میلیارد دلار دوار وزه دا بهده بجهنان برس وار وزه همه چشن کرنا همه جور کرنا وار وزه الهرم کردستان آسایش وزه دست برد کتو آسایش وزه دمال ولات کی دست برد بیتن آسایش آبوری به وگره دایو آسایش آبوری جی روش سیاسی یا گشتی یا وی ولاتی بجن استقراره که و برف پیشچونه که بخواد بیدن لو ماجل سر آست هرم کردستانه اوه کد گل امریکا پشت راست بونه که بو پاشا روژا هرم کردستان دیار کتن او پنگاون حکمت هرم کردستان دواره همه جور کردن آبوری هرم کردستان دا اوه پنگاوه که هر گله که ضروریت دیواری دا لو ماجی گردانا گربسته که سر آست گل ولاته کشتی امریکا متمانه و زمان جیبو پاشا روژا هرم کردستان باوریه که مزن بو و برهنه را و بو خودان سرمایه دار نکتنید امریکی بلکویت اوروپی و یت دوروبره و یت کنداف عربی جو پیداد کتن که پتر و برهنان هرم کردستان چه بیتن دما تو آسایش وزه دست برد که و همه جورد که و بیجه خلقه که از شم وزه تأمین کم نکتنه با هرم کردستان بلکو با عراق جی و بلکو حتی با ولات دورو برجی احتمال باشه دکتر ریزر دکتر ریبر تو حلوستا خلقه که بله تو حلوستا عراقی حلوستا وزارت پترولیا عراقی دوی درباره ده چواد نرخینی چما حلوستا کوسانی شانده برس حلوست هرما هلوست برانبر هرم کردستان العراق ادبیتن ام همید زانین هلوست که سیاسیه اگر هرم کردستان پیشکه کش بیتش عراق و اگر اوریک بیتش بودابین کرنا وزه و بودابین کرنا کاره بو همی عراقیان بو بشکه کامازن ش عراق ضررمندید ودا چیه لی ام زانین او دست حالاتا کل نرازی بون العراق برانبر هرم کردستان دیار کت نوی جارب تنه بلکو جارن دجی و بری نهوجی اوه بوینه که بچاو دجمن کاری برای خدا هرم کردستانه از باورد کم بری چند روزا جناب سروک بارزانی جناب سروک حرم و افروجی جناب سروک حکمت هر سه کا آماجه که پدیتنا کا پیشل کرنا پرنسیپ فدرالی العراق تهده کرن معناوی چیه اگر پرنسیپ فدرالی العراق بهنه بن پی کرن معناوی البغدا لایانه که هیان هندک لایان هین جاوه دجمن کاری برای خود داره هرم کردستانه بگومان دما جاوه که دجمن کاری تو برای خود ده هرم کردستانه هر تشتکی باشه هرم کردستانه گجبونا روش آبوری و سیاسی و پیوندی اجزر و هرم کردستانه ند برجاندی آوادهش برندجی تشتکی سروشتیه که اوه نحزن لبغدا بنو حج هرم کردستانه نکن اوه پیدا بکن اگر نه اوا چیل بیتنو تدید افروجی ایکش تورن سریکن برای سروک حکمت دو پاتیل سرکیری اوه یکو
اوه برجواندی که گشتیه برجواندی حریم ابتدانه برجواندی عراق جیاته دا هر کسی که العراق البغدادی تفکیر که نشتیمان پرورانه عراقی بر خوبدت و گره بسته و بر خوبدت وان پیوندی حریم کردستان گل امریکا کو گجبونه که وزه و همه جور کرن و وزه الحرم کردستان دستبر بیتن افحال عراقی تداش نبون و وزا کاربه و وزا غازه و همین بستن السر ایران بکن بدیلوی با پیدا بیت از بارد کم کس عراقی جی نشدن در حالتی دا عراقی که نشتیمان پرور نشدن بجیتن اونت برجواندی عراق دایم دکتر ریبر دکتر ریبر جعالی امریکا بس برجواندی آوان کس آدانی دکتر ریبر جعالی امریکا پیشگیریه که گلک برفرح جبویوان ریکفتنان هات دست نشان کرن جو وزارت انرژی جو وزارت نافخوی جگل کنگرسمن سناتور هر وها مدیا امریکی و لی وزیر دروی امریکای مارکو روبیو دست نشان کرد گو بنمایا پیوندین ملگل بغدای ریزگرتنا حریما کردستانیه تی سکن امریکای دوی درباره ده چوادن رخینه بریز دکتر ریبر هزبارد کم اوه اف آخفتنا جنابتت بجید عراقی به ایشانهی هست کن که اول پشتی رفراندوم چه بی و هزرد کن که حریم کردستان ما به حوال وقتا نمای بری و قناغه یه احساس پید کن که امریکا بسنگ که مازنتر یا پشتوانیا حریم کردستانت کتن جبرهنده الپشت برجواندین آبوری اف خلقه بحث برجواندین سیاسیت کنود بیتن پنگاوندی دیفدابن لو ماجی هر خدان نشتیمان پروره که حریم کردستان کیفایی به چنده خاطیه پشتوانی امریکا نه ولاته که امش روی آبوری و یک تشت بیجین امریکا سنگ خوی آبوری سر آس جهانه سنگ که هر وقت که برجواندی امریکا گل ولاته که گل دبره که گهشت نه ایک امریکا نشد پشتا خوب دتن وان چی کمپانیت واید مازن دویره دا کار دکن دماغ گره بسته که 110 میلیاران گل حریم کردستان و برهنال حریم کردستان بکد در که وکد بو گره بسن هشتا مصر و احتمال هشتا نکتنت واره وزیدا لو ماجی تشتکی گشل پاشا روژه دیارت پیوندیت امریکا و عراق دا و اف بیجین روناهیا گشت و پیوندیت دا دیار بیتن کریار هاته چسپاندن و ارتفاع گره بستادا و گوتن جی گوتار جی بروانیا وزارت جروه امریکا اجوه گره بسته نامه که اشکرای بو لاین عراقی و لاین دوروبرین عراق و احتمال حتی بو ایرانی جی کو کرد هف پیمانت منه تتوان آخفتنا داخات یا کو جبلی شر داعش مباوری گلک موقفات گل کردا دا هیا کو پشتوانن و چجا پشتاخول امریکا نگرتیه لو ماجی جهت ترسش لای دجمنن حریم کردستان حقی وایه چنکی ترسکی یش ورد بینن بس حوالن حریم کردستان همی پیدگش بینن و از بارد کن برجواندی حریم کردستان دا الپاشا روژا که گش از خوزوری گش بینم جناب سروک حکمت السر سه ورا احتمالا راستیات دیدارا خدا گوتارا خویا افرویا کنفرانس وزیدا جبلی ناف خویا حریم کردستان و پروژه روناکی و همه جور کرنا وزی و بردامبونا پروسا گشپیدان و همه جور کرنا آبوری الحریم کردستانه و یا گونه گفرجی سر عراق و قانون بونوه اوه کو برجواندیت هفپش کن حریم کردستان گل امریکا اش قناغه که بجین مام ناوندی چونت قناغه که مزنده و حریم کردستان اف خالا برینو کل سر خاریطه وزای جهانی حساب بود خاطر کرن او حساب فی دو فی سه بو ایدی
پروسه امریکا داد روش هلاتان آوین بله. العراق و هرم کردستان گرینگی که مازن بو امریکا هی اجبر پروژه گشپیدان یکو امریکا و چین هفرکیت سرد کن اف هفرکیه ایدی امریکا جی محتاجی هوا دلسوزن کل الدوره پشوان یا ونگ وان پروسیت پیان پروژه امریکا بکتن بله سرکرتنا یعنی پشکه اف اتفاقه پشکش ببره بعضی وقت نبیجم پشکش بر جوانگین گشتی یا روش حالات نوین و از بیجم حتی سر آسیا جهانی یعنی امریکا کو کرد ببینه هف پیمان گل امریکا دست خوش سپاسیاتت کم دکتر ریبر فتاح جه دهوکیل گلنا زور سپاس هر سر کردن زور سپاس هر سر کردن